چطوری؟ امروز اومدیم با ویدیو جدید. بچه ها امروز اومدیم با ویدیو جدید با ایلماز و خودم. حالا بگید ایلماز کجاست؟ فیلم بردارمون نوکرم. امروز اومدم که تو FC 25 بهتون یاد بدم که چجوری فری کیک بزنید. بچه فری کیک زدن تو اسم یه قانونی کلا داره که اگه این قانون رو رعایت کنید هر ضرباتی که میخواید کنید. من توی تمرین فری کیک بزنم، چون اگه تو بازی عادی بخوام طول میکشه، یعنی احتمالش کمه که اون یارو خطا کنه و توی فاصله باشه. خب آقا من تو توی تمریناش فری کیک میام تو فاصله 17 متری اینو میبرم این اسم 18 متری هم میشه، 18 19 تا اینجا میشه 21 اینا. آره. خب تا 23 میشه. این دکمه اینو میبرید به دقیقا سمت این تو سمت چپ میبرید تا اینجا. نگاه کنید الان من بازی حساب میکنم. موقعی که میخواستید شوت بزنید دایره رو نگه میدارید تا یکم قبل از 10 تا قبل از یکم تا اینکه کامل شه. بعد رول دو نگه میدارید. موقعی که میخواست شوت کنه R1 و دایره نگه میدارید که واسه کاتش میشه. اینو برسه کار. یعنی منظورش اینه که دایره رو وقتی میخواین بزنین پر بشه ولی نه بیشتر. بعد دوباره میخواد شوت بزنه این دکمه ها رو نگه دارید. مثلا من الان دستم میذارم اینجا، بهشونم بگو تا این تیکه، تا این تیکه اینجا بین اون جا سفیده با آره خیلی جای خوبیه. خیلی هم باید دقت کنید. آره خیلی. اینو نگه میدارید. بعد موقعی که شوت کنه کاریگو یعنی حالا یه دونه دیگه هم میزنم. من ترسیدم گفتم حالا گل نمیشه فرو یه جوری پرید بطمنی. بچه حالا یه چیزی داشتیم من ایلماز تمرین میکردیم یهودی هر نه شوتش کم نه دروازه‌بانش متأسفانه خیلی خوبه. خب داشتیم تمرین میکردیم هر جایی که میذاریم میگرفته شما مثلا اون تیکه رو بزن که به بچه ها گفتیم. آره اون سفیده دقیقا. این گل نیست. این گل نیست. آره. خودم میگم این رفت بالا یکم بذار خودم بهم میبرم. خب گفتم دایره رو نگه میداری تا این خط پرشه کامل کنه کامل باعث بالا رفتنش میشه شوت قوی. حالا بعدی که میخواد شوت کنه L2 رو نگه میدارید. بعد R1 و این. خب بریم امتحان. این فکر نکنم بچه. حالا اگه میخواید سرعت هم داشته باشه اون تو نگاه کن اون توی اون ویدیو بعدی بهتون میگم تا سرعتش چجوری باشه. مثلا نگاه کنی سرعتش الان خیلی مهمه. این نگاه کن سرعتش الان خیلی مهمه ولی خب بچه نگاه کنی. بچه ها وقتی ویدیو تموم شد براتون اونایی که نفهمیدن میذاریم که مثلا این دکمه ها رو باید نگه داریم. این بعد مکس میخواد شوت بزنه این. خب مثلا یه دونه دیگه بکنم. خب اوکی بذاری ویدیو اوکی فقط بذار یه شوت کنم. آفرین. خب بچه ها لایک و اینا یادتون نره. فالو هم حتما کنید واسه ویدیو بیشتر. ما ویدیو کلی میذاریم شاید FC کرش تمام بازی ها رو میذاریم. آره تمام بازی رده مخصوصا. بچه ها تا ویدیو دیگه خداحافظ.